باشی. موضوع کفر فتوای هر شخص نیست که تنها یک خط عربی را یاد گرفته امروز از همین جیب کشیده را ایسته سری هر کس زده را ایسته. به الله قسم به خاطر دلسوزی میگم، به خاطر دلسوزی میگم که نکنی، خدا برباد نکنی، خودت تباه نکنی. شما مفتی نیستی، دعوتگر هستی. شما قاضی نیستی، دعوتگر هستی. شما فیصله کرده نمیتونی و فیصله را که تعلق به الله و رسول الله داره. شما بسیار حاجتمند هستی که الله براتون هدایت کنه. سوال از الله بکنی که قول و عملتون ثواب بیا، درست بیا، آدم خطا نشوه. ببین اینجا میتونی کافر گفته؟ نمیتونی. علما شرایط وضع کرد. یک شخص معینه کی کافر میگی؟ هرگاه از قول یا عمل یک شخص معین اینطور چیزی ظاهر شود که دلالت بالای کفرش میکنه و امور لازم هم کرده سری خود که بله اینی را ما سری خود لازم کرده، اونو وقت اینی شرط است، اونو وقت تو را کافر میگی. اگر یک آدم سخن میگه عمل از پیش صادر شده که دلالت بالای کفر میکنه لیکن این آدم التزام نکرده، نمیشه، این را کافر گفته نمیتونی. دلیل الله متعال می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. الله متعال چرا منع میکنه صحابه کرام؟ راعنا کلمه را برای پیغمبر دیگه استعمال نکنه، به خاطر که اگرچه شما معنای درستی از او را اراده و قصد کردی. چرا؟ راعنا به معنای لحاظ کردن میاد. ای پیغمبر لحاظ ما را بکو، سخن آهسته بگو، لحاظ ما را بکو، سخن تکرار کو تا اصل مطلب و مفهوم ما بدانیم. اما دشمن یهود منافقین از این کلمه دیگه معنا گرفتن، از رعونت گرفتن به معنای حماقت است، نعوذ بالله.